اینجا نمایندگی مؤسسه مرکز چند بخشی مهاجرت روسیه در تاجیکستان است. جایی که مهاجران قبل از سفر به روسیه گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روس و معاینه طبی دریافت میکنند. اینها مهاجرانی هستند که تاکنون نتوانستند یا نخواستند مقام شهروندی روسیه را به دست آورند. любой آدمیزاد حساب زندگیش میروه کی کار کنیم مقصد زندگی را پیش بریم خونه بخری یا که زن گیری ما حساب همین خسیم برفتیم. قدیمجان نعیموف 18 سال تجربه مهاجرت در روسیه را دارد. او در روسیه در بخش خدمت رسانی های منزلی و کمونالی بیشتر کار رسمی کرده است. برعکس شهروندان دیگری تاجیکستان که تلاش های زیاد دارند شهروندی روسیه را دریافت کنند، میگوید هیچگاه به این فکر نیست که تابع روسیه شود. همین последнее время نفوریدم گرفتم. مثلا خشتاورم بسیار شو گرفتم. شو پدرم گرفتن نمیدونم نموندمش گرفتن. همین ولم دامون جای مقصد پدرم نگرفت. وید نجست چی دورانه مقصد ایمنا پاسپورتش نگرفت. اما برخلاف این اندیشه های قدیمجان 120,000 تاجیکستانی در 2 سال اخیر شهروند روسیه شدند. با این نشان داد شهروندان تاجیکستان در روی خط خارجیانی که شهروندی روسیه را صاحب شدند جای اول را گرفتند. روسیه در سالهای اخیر قانون و تنظیم مهاجرت را سخت کرده است. مهاجران تاجیک برای رهایی از این سختی ها و دریافت دیگر امتیازها تلاش میکنند شهروندی این کشور را به دست آورند. اما آیا همیشه داشتن تابع روسیه یک امتیاز است و یا پیامدی برای خود تاجیکستان نیز دارد؟ پیامدهای مثبت این تنها اقتصادی، یعنی انتقال مبلغ. دوم این گویم اگر تینجی آرامی چقدر که به مهاجرت روند، یعنی که سطحی گویم اگر نوروزگی، سطح بیکاری پست می شود. اناکنون پیامدهای منفی یکم این اون است که روسیه میتواند هرگاه استفاده برد. فشار روسیه هرگاه میتواند نه فقط مهاجران پیشتر گویم تنها ما میگفتیم که مهاجران استفاده میبرند، ولی امکانات بیشتر میشود استفاده بری اون شخصانی که دو شهروندی دارند. این هم یک گویم اگر اهرامی فشار نسبتی دولتی تاجیکستان است. این کارشناس همچنین عامل‌های چون ضعیف شوی صداقت به وطن و فرار مغزها یا کادرهای بلند اختصاص را از پیام‌های منفی این روند می‌داند. اما پروفسور رحمان الماسف با اشاره به سازشنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه میگوید برای مهاجران تاجیک و تاجیکستان این روند از آن که خطر باشد بیشتر یک امکانیت است. پاکستان در همین سالهای اخیر از ازبکستان دیده 5 مرتبه زیاد شهروندای ما شهروندی روسیه را گرفتن. برای چی؟ برای آنکه با ازبکستان اگر شهروند روسیه را گیرد آنها باید که از شهروند ازبکستان دست کشد. از آن ما برعکس هیچ دخالت نمیکند با شهروند تاجیکستان دست کشد یا که دست نکشد. شخصانی که در روسیه حجتی شهروند روسیه دارند امکانیت زیاد دارند برای زیست و زندگانی کردن. صرف نظر از امتیازهایی که روسیه برای شهروندان نوی خود می‌دهد، به علت سطح بلند بیگانه ستیزی در این کشور آنها همانا آسیب پذیر میمانند. به درجه‌ای که گویا که تماما یک فاجعه وار باشد نه. بنا به آمار روسیه نزدیک به 800,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند که این تقریباً به 9% اهالی تاجیکستان برابر است.